نه اینکه ندونم من خوب میدونستم که برای سفارش کارت یووی موضعی یا لامینت برجسته ما نباید کارت رو جوری طراحی کنیم که قسمت‌های حاشیه کارمون یووی داشته باشه. اما خب کرم درون من به کار افتاد و بعد مدت‌ها این سری گفتم این قضیه رو آزمایش کنم ببینم اگر این قضیه رو رعایت نکنم چه مشکلی پیش میاد. خب همه کارت‌ها همینطوری که می‌بینید، ببینید این قسمت‌های حاشیه رو نگاه کنید، همشون در حال باز شدن یووی. پس دلیل این که میگن هیچ وقت یووی رو تا لبه کار نگیرید همینه. حالا من هم باید بشینم تک تک اینا رو از گوشه بگیرم و سر فرصت این شکل اینا رو بکنم. حالا این یکی خوب کنده نشد. خب سعی میکنم از این به بعد اشکالات چاپی رو به همین شکل قرارش رو من بدم و حداقل شما ببینید که اگه رعایت نکنید چه مشکلاتی پیش میاد.